قرنها منت شیخ الاسلام بر سرم بود که چون در تاریخی دور، دیاری دورترک، قبیله‌ای دختر زنده به گور می نمود، نصف انسان به حساب آمدن تو زن ایرانی هم امروز غنیمت بود. در عجبم این دروغ بزرگ از کجا آورد، با چه ابزاری به کت خردمندان کوفت. گر این رسم شنی یک نسل، فقط یک نسل دوامدار بود، نام و نشان آن قبیله چون دایناسورها بود. گر این روایت برای پسران بود، به سختی اما میشد باور نمود. چون یک مذکر نیمه جان 80 ساله تواند باردار کند چندین دختر جوان مهپاره. اما هزاران یل چو رستم پهلوان زاده، نتواند باردار کند یک زن 50 ساله. حال میدانی چرا اسلام زن را نصف انسان به حساب آورد؟ دین خون و شمشیر بود، از جهاد و غنیمتش استراق می نمود. زن هم مادر مسئول بقا بود، برای حرص و آز این و آن دست به شمشیر نمی برد.